این بابا و نبیره هر روز از 2 کیلومتر دور آب می آرند که تا 2 ساعت وقت آنها را می گیرد. او باش کجا میره؟ او ساکن این دهه نوبنیاد است که در نزدیکی شهر کولاب جایگیر است و نام ندارد. میگویند 2 ماه می شود صاحب کار آب را برای زیاده از 100 خانواده بسته است. ببین اول بدای دیگه بنام یک عذاب زور او میگیریم. از این چاه عمودی رود تیبلای چند سال باز مردم آب می گرفت. آب زیادیش میریزه در سوی تیبلای رفته از نمیته مردم. از صاحبکار نورعلی حسنов نام میبرند که سال 2018 استراحتگاه متعلق به کوپراتیو تیبلای را خریده آنجا باغ بنیاد کرده است. اینجا 1300 تا درخت شنونده است. بکنه یک چای عمودی بکنه بخچه آب ما را کار نگیره. صاحبکار مدعی است که مردم باید پول برق را سپارند وگرنه آب را نخواهند دید. محکم خلق آب نمیتونه اینجا. این رفتار آنها مردم را حیرت زده کرده است. دوره غلامداری نیست که واقعی ما سوم جمع کنیم سومی دچای سویتی رو بتیم و اون مردک بخیزه کیف کنه صفا کنه و ما عذاب بکشیم. این مصاحب ما میگوید در ایستگاه برقی حساب کنک خود را نصب کردند و قرضدار نیستند. مقامات بر رادیوی آزادی گفتند صاحبکار حق فروش آب چاهای عمودی را ندارد. این چاه عمودی را سال 1981 ساختند و هر کس میتواند از آن استفاده برد. ساکنان میگویند به مراجعت‌های پیوسته خود جواب نمیگیرند. نوشتگی زبان کاغذ میمونه تمام دیگه اینه. مردمی که به حل مشکلی به آبی باور ندارند خانه خود را به فروش گذاشتند. امی باور که یگون تش حل نمیکنه یگون تش. در حکومت ناحیه مومن آباد به رادیو آزادی گفتند به این مشکلی محله بی نام و بی آب خواهند رسید.